أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. حقیقتاً ما آیاتی روشنگر و داستانهایی از گذشتگان شما و موعظه‌ای برای حرمتگزاران حریم الهی نازل کرده ایم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور آسمان ها و زمین است. مثل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی است که درون حبابی قرار گرفته است. حبابی که از فرط درخشندگی همانند ستاره‌ای پر نور است. این چراغ به واسطه روغن درخت با برکت زیتونی که نه شرقی است و نه غربی روشن می شود. روغنی چنان شفاف که گویی خود روشنی دهنده است، هرچند آتشی به آن نرسد. نور غرق در نور. بدانید که خداوند به واسطه این نور هر که را صلاح بداند هدایت می کند و برای آگاهی مردم مثلها می آورد و خداوند بر هر چیزی آگاه است. نور در خانه‌هایی است که خداوند اجازه فرموده تا تکریمش کنند و نام او را در آنجا یاد کنند و هر صبح و شام در آن مکانها تسبیح خداوند را بگویند. یا عملکردشان همانند تاریکی‌های اعماق دریاست که موج‌های پی در پی آن را پوشانده است و بر فراز آن لایه‌های متعدد ابرهای تاریک است، به طوری که اگر کسی بخواهد دست خود را خارج کند هرگز آن را نمی‌بیند. آری، کسی که خدا نوری برای او قرار نداده هیچ نوری برایش وجود ندارد. فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست و سرنوشت همه حضور به نزد اوست. آیا نمی بینی که خداوند ابرهایی را به آرامی حرکت می دهد و به هم می رساند و توده‌ای ابر متراکم تشکیل می دهد؟ آنگاه باران را می بینی که از میان آن می بارد و نیز از آسمان و کوههای سر به فلک کشیده در آن تگرگی می فرستد تا بر هر کس صلاح بداند ببارد و از هر کس صلاح بداند باز دارد. حالان که روشنی برقش نزدیک است قدرت دیدش را از بین ببرد. خداوند شب و روز را به گردش در می آورد و در این عبرتی برای صاحب نظران است. این خداست که هر جنبنده ای را از آب آفرید و اکنون بعضی از آنها بر شکم خود می خزند و بعضی روی دو پای خود راه می روند و برخی بر 4 پا. خداوند آنچه بخواهد خلق می کند، زیرا بر هر کاری تواناست. آگاه باشید که هرچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست. موقعیت شما را می داند.
و آن روز که همه به سوی او باز می‌گردند بیشک از عملکردشان آگاهشان خواهد کرد و خداوند بزرگ بر هر کاری آگاه است. الا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم.